دوستان، امروز اومدیم که سیر تا پیاز سریال لیلا رو با هم مرور کنیم. با ما همراه باشین تا بفهمیم قسمت آخر سریال چه خبر بوده و چه پخت و پزی رو انداختن. توی قسمت آخر خانم نور یه نقشه خفن میکشه و کاری میکنه که وداد توهم بزنه که زن مرحومش رو داره میبینه و شروع میکنه به شلیک و تیراندازی و همه حسابی شوکه میشن. نور میره سراغ پسر وداد یعنی سوات و بهش القا میکنه که پدرت خل شده و مشاعرش رو از دست داده و بهتره خودتون وسیع و قیم بشین و کنترل همه چی رو دستتون بگیرین. وداد فکر میکنه که کار ارن بوده که باعث شده توهم بزنه که زنش رو دیده و میخواد اونو از عمارت بندازه بیرون و هیچی هم بهش ارث و میراث نده. لیلا هم که میفهمه ارن عاشقش شده و نباید به روح جیوان خیانت بکنه، سعی میکنه که از ارن دور بشه و فاصله بگیره. سوات میره پیش خواهراش یعنی دلارا و آحسن و میگه بیاین خودمون قیم و وسیع پدر باشیم و 3 نفره کنترل همه چی رو دستمون بگیریم، چون که پدرمون مشاعرشو از دست داده و وضعیت خوبی نداره و اونا هم قبول میکنن. و این وسط نور میفهمه که سوات یه پروژه مخفیانه داره که کلی بدهی بار آورده و آحسنم مخفیانه یه سری کارا میکنه که نمیخواد باردار بشه. نور میره سراغ آحسن و بهش میگه سوات پروژه مخفیانه داره و کلی بدهی بار آورده و میخواد خودشو قیم پدرش بکنه و حسابی آحسنو پر رو تحریک میکنه. آحسنم میرو همه چی رو کف دست پدرش میذاره. وداد یه جلسه میذاره و سوات رو از همه چی محروم میکنه و دلارا رو رئیس همه چی میکنه. سوات به سیم آخر میزنه و شبانه میخواد بره پدرش رو خفه کنه، اما وداد میفهمه و خودش رو نجات میده. وداد میره سراغ آحسن و از اون میخواد که بر علیه دلارا تبانی کنن و از اون ور نور به دلارا خبر میده و دلارا میره پیش خواهرش و میگه که ماجرا اینه که نمیخوای باردار نشی و من میدونم و با هم قرار میذارن که توی جلسه زیرا به ودادو بزنن و دلارا رئیس بمونه. جلسه برگزار میشه و وداد تحقیر میشه و دلارا رئیس میمونه. وداد از نور درخواست کمک میکنه و نور هم بهش میگه برو ارنو پخ کن، چون پدرت ازش بدش میاد و اینجوری میتونی بشی بچه محبوب و همه چی درست میشه. وداد سادلو هم باور میکنه و میره توی فکر. مراد به نور مشکوک میشه و نور با کمک مالی یه نقشه کثیف برای مراد میکشن و نقشه خیانت رو روی اون اجرا میکنن و عکسای منشوری ازش میگیرن تا به عنوان آتو ازش استفاده کنن. مراد میفهمه که این نقشه کار نور بوده و توتو هویتش رو در میاره و میفهمه نور داره همه رو بازیچه میده و برای نابود کردن اونا وارد خانواده شده و همه چی رو به وداد میگه. وداد نور رو تهدید میکنه باید ارنو بکشی وگرنه همه رازاتو لو میدم. نور هم نقشه کثیفی میکشه و ارن بیچاره رو مسموم میکنه و ارن کارش با مرگ تموم میشه. لیلا از طریق مالی میفهمه که مرگ ارن کار نور بوده و قسم میخوره که ازش انتقام بگیره. وداد هم فکر میکنه که مرگ ارن کار سوات بوده و با اون درگیر میشه و این وسط سوات میزنه و پدرشو میکشه و کار اونو تموم میکنه و وداد هم میمیره. سوات نور رو هم به داخل قایق دعوت میکنه تا سر اونو زیر آب کنه، اما نور میفهمه و زرنگی میکنه و قبل از سوات به سمت شلیک میکنه و سوات رو میکشه و میندازه داخل دریا. این وسط نور قبل مرگ میگه که من دختر سوات بودم، اما سوات سالها پیش مادرم رو ول کرد و ما توی فقر و بدبختی بزرگ شدیم و زندگی ما با بدبختی و فلاکت گذشت. تنها انگیزه من برای زندگی گرفتن انتقام مادرم و زندگی جهنمیمون از وداد بی همه چیز بود. لیلا میفهمه که نور با کارهای احمقانش باعث مرگ جیوان شده و به سیم آخر میزنه و به سراغ نور میره.
نور به سمت لیلا اسلحه میکشه، اما همون لحظه مالی با ماشین بهش میزنه و جنازه نیمه جون نور روی زمین میفته. لیلا میره بالا سر نور و میفهمه کارش تموم و زنده نمیمونه و پشت به اون میکنه و قدم زنان ازش دور میشه. خیلی طول نمیکشه که تموم زندگی لیلا جلوی چشماش مرور میشه و چند ثانیه بعد آخرین نفساشو میکشه و نور هم کشته میشه و میمیره. و سریال با این ماجراها و داستانهای عجیب تموم میشه.